در دشت‌های بی‌انتها و بادخیز آسیای مرکزی، جایی میان کوه‌ها و صحراها، مردمانی زندگی می‌کردند که بیشتر مردم جهان حتی اسمشون هم نمی‌دونستن. اونا قبایل کوچ‌نشین مغول بودن، قومی پراکنده، همیشه درگیر با یکدیگر و بدون قدرتی فراتر از مرزهای کوچیک خود. اما درست در آغاز قرن 13 از دل همین مردم رهبری برخاست که تاریخ رو برای همیشه تغییر داد. اسمش تموچین بود، اما جهان اونو با اسم دیگه‌ای میشناختن: چنگیزخان، فاتحی که امپراتوریش از چین تا قلب اروپا کشیده شد. این داستان ظهور یکی از بزرگترین و در عین حال جنجالی ترین امپراتوری‌های تاریخه. تموچین در سال 1162 میلادی به دنیا اومد. اون پسر یسوکای، رئیس یکی از قبیله‌های کوچیک مغول بود، اما زندگیش از همون ابتدا با مصیبت آغاز شد. وقتی تموچین هنوز نوجوان بود، پدرش توسط دشمنان مسموم شد. طبق رسم اون زمان بعد از مرگ رئیس، خانواده‌اش از قبیله طرد می‌شدن. سالها این خانواده برای بقا با گرسنگی و دشمنی جنگید. گفته میشه که تموچین گاهی مجبور میشد برای زنده موندن ماهی‌ها یا حتی ریشه گیاهان رو از زمین بیرون بکشه. این رنج‌های کودکی اونو سخت و مقاوم کرد، اما بدبختی‌ها به همینجا ختم نشد. تموچین و برادرانش بارها مورد حمله دشمنان قرار گرفتن. حتی یک بار هم اسیر شد. اونو با زنجیر چوبی به گردنش بستن، اما شبانه تونست فرار کنه. این فرار نمادی از اراده شکست ناپذیر اون شد. تموچین از همون جوونی فهمید که برای بقا در دشت مغولستان تنها چیزی که اهمیت داره اتحاد و وفاداریه. اون شروع کرد به جلب دوستان، همپیمانان و افراد وفادار. یکی از مهمترین همراهان اون جموخا بود، دوست کودکیش که بعدها به رقیب اصلیش تبدیل شد. تموچین با استفاده از روابط خانوادگی و مهارت دیپلماتیکش تونست برخی از قبایل رو جلب خودش کنه، اما اون روش متفاوتی از سایر رهبران داشت. به جای تکیه بر اشرافزادگان و نخبگان، تموچین افراد با استعداد و شجاع از طبقات پایین رو بالا می‌کشید. این سیاست به اون وفاداری بی‌نظیری می‌بخشید. اما اتحاد قبایل آسون نبود. در سال 1187 تموچین و جموخا درگیر جنگی خونین شدند. هرچند که تموچین شکست خورد، اما از این شکست درس گرفت و ساختار فرماندهی و ارتش خودش رو بازسازی کرد. سالها جنگ و مذاکره سرانجام نتیجه داد. تموچین یکی پس از دیگری قبایل مغول رو مطیع خودش کرد. در سال 1201 در مجمع بزرگی از قبایل اون رسما لقب خان رو گرفت. 5 سال بعد در 1206 میلادی در یکی از مهمترین گردهمایی‌های تاریخ مغولستان، همه قبایل بزرگ اون رو به عنوان چنگیزخان شناختند. این لقب به معنای فرمانروای جهانی بود و نقطه آغاز امپراتوری مغول رو رقم زد. از این به بعد دیگه مغول‌ها دیگه مجموعه‌ای از قبایل پراکنده نبودن. اونا ارتشی منسجم و یک قدرت واحد شدن. راز موفقیت چنگیزخان نه فقط شمشیر که سازماندهی دقیق بود. سیستم ارتش اون بی‌نهایت منظم و انعطاف پذیر بود. سربازان مغول در سوارکاری و تیراندازی استاد بودند. میتونستن در حال حرکت با اسب چند تیر پیاپی پرتاب کنند. هر جنگجوی مغول معمولاً چند اسب با خود داشت تا خستگی حیوان مانع حرکتش نشه. چنگیزخان همچنین یاسا رو تدوین کرد، مجموعه قوانینی که همه چیز رو از امور نظامی گرفته تا زندگی روزمره تنظیم میکرد. در این قانون خیانت، سرقت و نافرمانی مجازات سخت داشت. همه برای قانون برابر بودند، حتی نزدیکترین افراد به خود خان. بعد از اتحاد مغول‌ها نگاه چنگیزخان به بیرون دوخته شد. نخستین هدفش هم چین شمالی بود. امپراتوری چین توی اون زمان قدرت عظیمی داشت، اما دچار فساد و اختلافات داخلی بود. ارتش مغول با سرعتی شگفت‌انگیز به چین حمله کرد. چنگیزخان از روش‌های جدید محاصره، منجنیق‌ها و حتی مهندسان اسیر برای فتح شهرهای مستحکم استفاده کرد. سرانجام در سال 1215 پایتخت شمالی چین یعنی ژونگدو یا همون پکن امروزی سقوط کرد. این پیروزی راه رو برای گسترش امپراتوری در شرق باز کرد. چند سال بعد چنگیزخان نگاهش رو به غرب دوخت. قلمرو خوارزمشاهیان در ایران و آسیای مرکزی یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه بود. ابتدا روابط دوستانه برقرار شد، اما وقتی یکی از کاروان‌های تجاری مغول در شهر اوترار به دستور فرماندار محلی قتل عام شد، چنگیزخان تصمیم به انتقام گرفت.
در سال 1219 ارتش مغول به سوی ایران حرکت کرد. اون چه که رخ داد یکی از فاجعه بارترین جنگ‌ها در تاریخ بود. شهرهای بزرگی مثل بخارا و سمرقند سقوط کردند. گفته میشه وقتی چنگیزخان وارد بخارا شد به مردم گفت من مجازات خداوند هستم. اگر گناهان شما زیاد نبود خداوند کسی مثل من رو برای شما نمیفرستاد. شهر نیشابور تقریباً به طور کامل نابود شد و هزاران نفر قتل عام شدند. این جنگ چهره ایران و آسیای مرکزی رو برای همیشه تغییر داد. چنگیزخان تنها ویرانگر نبود، اون راههای تجاری رو امن کرد و جاده ابریشم دوباره رونق گرفت. در امپراتوری چنگیزخان آزادی مذهبی برقرار بود. مسیحیان و مسلمانان و بودایی ها همگی میتونستن آزادانه دین خودشون رو اجرا کنن. اون پیام رسان‌های سریع ایجاد کرد که شبیه به شبکه پستی امروزی عمل میکردن و ارتباطات رو میان شرق و غرب برقرار میساختن. اما بدون شک خشونت و قتل عام‌های اون بخش جدایی ناپذیر تاریخه. بسیاری از شهرها و فرهنگ‌ها هرگز به طور کامل از ضربه مغول ها بهبود پیدا نکردند. چنگیزخان در سال 1227 میلادی درگذشت. علت دقیق مرگش هنوز معلوم نیست. برخی منابع سقوط از اسب، برخی بیماری و برخی حتی ترور میدونن. محل دفنش هم ناشناخته مونده و به یکی از اسرار بزرگ تاریخ بدل شده. بعد از مرگ اون فرزندان و نوادگانش امپراتوری رو ادامه دادن. این امپراتوری در اوج خود بزرگترین امپراتوری پیوسته تاریخ شد. از چین تا اروپای شرقی گسترده و شامل میلیون ها کیلومتر مربع. چنگیزخان شخصیتی پیچیده و دوگانه در تاریخه. اون برای بسیاری نماد خشونت و ویرانیه. کسی که شهرها رو با خاک یکسان کرد و میلیون ها نفر رو به کام مرگ کشوند. اما در عین حال اون پایه‌گذار ارتباطات جهانی، نظم نوین و داد و ستد فرهنگی بین غرب و شرق شد. نظر شما راجع به چنگیزخان و کارهایی که کرد و جنگ‌هایی که راه انداخت چیه؟ اگه از این مدل ویدیو خوشتون میاد حتما لایک رو بزنید و سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشید. تا ویدیوی بعدی، فعلا.